شما تو همین منتهی الاعمال مرحوم محدث قمی رضوان الله تعالی علیه ببینین، طرف آمد مدینه، تو خیابون حضرت ابا عبدالله تشریف می‌بردن، ایشون شناخت، اومد جلو شروع کرد اهانت کردن، گفت انت ابن ابی تراب، با اهانت گفت این حرفو، گفت تو پسر ابو ترابی. معاویه لعنتی تو شام کلمه ابو تراب رو توهین تعریف کرده بود و معنی کرده بود برای امیرالمومنین، با اینکه این کلمه رو پیامبر در عظمت و بزرگی شأن آقا گفت تو خیلی خاکی هستی علی جان، با همه میجوشی، همه دوستت دارن. اون این کلمه رو یه جور دیگه معنی کرد، اینم با قصد جسارت به حضرت اینو گفت. حضرت ابو عبدالله فرمود بله من پسر ابو تراب. شروع کرد به امیرالمومنین اهانت کردن و به امام مجتبی و به ابو عبدالله. حسابی که حرفاش زد، حضرت نگاه محبت آمیزی بهش انداختن، فرمود تو توی شهر مثل که غریبی، مسافری ظاهرا، ندیدیمت قبلا، تشریف بیار امشب منزل ما، بالاخره ما ازت پذیرایی کنیم، مسافر دیگه. ببینید اونجا مرحوم محدث قمی چه میگه، این مرد میگه من خجالت داشتم آب میشدم، تنها کلمه‌ای که منتظر شنیدنش نبودم این کلمات محبت آمیز بود، هیچی نگفتم. میگه هنوز ولی در چهره من حضرت انفعال و شرمندگی رو خوند که من با این جمله او شرمنده شدم. ناگهان حضرت لحنش باز عوض شد، فرمود لا تثریب علیکم الیوم، ناراحت نباش برادر، یغفر الله لکم و هو ارحم. جمله که حضرت یوسف برادراش گفت وقتی شناختنش، و اون من میدونم شما اهل شامین، معاویه علیه ما تبلیغ کرده اونجا، ما اینجوری نیستیم که تو خیال میکنی، اشتباه گفتم، امشب تشریف بیارید ما ازت پذیرایی کنیم. طرف میگه دیگه اینجا طاقت نیاوردم، به دست آقا افتادم، آقا منو ببخشید.